1,80,000 لیره داد. بگو از طریق تهدید پول به دست آوردین؟ بیبی الیاس میرجی گفتن اونا پول از طریق تهدید به دست آوردن. گفتن تهدید تو با شما چی میگه؟ تهدید چیه؟ تو یک چیز امکان داره. حتما الیاس بیادر از خاطر که زیاد وقت میشه که سر و چوکی تیرک دار شیشته و خسته شده. مثل پدرش هستم. توبه شما چی میگه؟ یعنی میگی که من دروغ میگم ها؟ ما هر چیزی که میفهمیدم براتون گفتم آمر صاحب. خب خودت بهتر میفهمی آقا صالح. مجبور که از طریق تکنولوژی پیش بریم. میبینیم که در حافظه تلفنتان کدام چیز پیدا کردن میتونیم یا نه. ها اردا احمق پول کجاست؟ چرا تا هنوز پول نرسیده؟ گوش کو چی میگم؟ تو را از بین خواد بردم. فهمیدی ما جدی هستم. کس را کشتن و دفن کردن آسان است. ها فکر میکنی آسان است؟ پول باید بیاری. فهمیدی همه چیز یک بدیل داره. هر چیزی که میخوایم باید انجام بدی. چی گپ شد؟ چرا لبرویت کشال شد ساله ساری کایا؟ ببینین ما کسی را تهدید نکردیم آمر صاحب. ما تا این سن سال که رسیدیم هیچ وقت دروغ نگفتیم. شما مرا نمیشناسین، از او خاطر به گپایم باور نمیکنین. ما دروغ نمیگم. بیبی خواهر جان، ما را به ناق مصروف نساز. هر کاری که کردی بگو با ما درد سر نتی. اگر نه آخری کار بسیار بد خواد بود. 10 سال زندانی میشی. درست است. ببینین ما او پولا را گرفتیم، اما او پولا به خاطر لوازم خانه، تلویزیون و این چیزا گرفته بودیم. میخواستم که کوچای لوکس بخریم، ماشین کالاشویی میخریدیم. میخواستم کمی لوازم خانه را بخرم. از او خاطر از او پول گرفتیم. تو صبر من را امتحان میکنی خانم سلطانه؟ چیزی گفتی یا نه؟ نه از صبح تا حال گپ هر طرف میبره. با نشته قصه ی احمقا نشو. هر دویشان مریضای روانی هستن. به خاطر تعقیب کردن تماسهای موبایل قبلیشان به محکمه ریزه کرده. همه چیز معلوم میشه. به زودی مکالمات موبایل به ما میرسه. بازو و خواد فهمیدن که یک نان چند فطیر است. اردا بچه وقت خداوند عقل توزیع میکرد تو کجا بودی بچه ها؟ در کدام جای تربوز میخوردی؟ چطور؟ چرا تا هنوز پول نرسیده؟ ها؟ یا که گپای مرا نمیفهمی؟ چطور؟ حالا من فهمیدم. وقتی که تو خورد بودی مادرت تو را زیاد لط و کوب کرده بود، از او خاطر عقلت کار نمیکنه. گپ ما شنیدی؟ او پیسه باید به اینجا بیاید، اگر نه پیش پلیس میره. ها بعد از او هم همراه افسون نکاح میکنی. فهمیدی جانم؟ اگر نه سر او موهای مقبول زنگ زده تیل خاط انداختم و خاط سوختانده بشه. حالا بخیز